آرشه کشی مشکل داره، چه اتودی رو بزنم؟ تریل هم مشکل داره، باید چه کتابی رو تمرین بکنم؟ برای گام نوازی و کوک انگشتان باید چه اتودی رو کار بکنم؟ تکنیک انگشتان میخوام قوی تر بشه و پرتکنیک تر اجرا بکنم، باید چه اتودهایی رو کار بکنم؟ دوبل نوت هم مشکل داره، چه اتودی و چه کتابی رو باید کار بکنم؟ بیا در اسلایدهای بعدی برای هر کدومش یه راه حل توپ بهت بدم. کتاب سفچیک مجموعه اتودهایی رو داره برای تعویض پوزیشن، برای تکنیک‌های آرشه کشی، برای دوبل نوت اجرا کردن و برای تمرین تریل. یعنی برای هر کدوم از اینا یه مجموعه اتودهای جدا رو طراحی کرده که فوق‌العاده بی‌نظیره. حالا من این کتاب من شامل 4 تاش میشه، یعنی سفچیک تعویض پوزیشن، سفچیک دوبل نوت، سفچیک آرشه و سفچیک تریل. این رو شما میتونید برای هر کدوم از بخش‌ها ازش استفاده کنید. مجموعه اتودهای بی‌نظیری. برای تقویت تکنیک انگشتان کتاب ولفارد، اتودهای ولفارد موجوده که این کتاب اتودهای بی‌نظیری داره برای تقویت تکنیک‌های انگشتان که 2 جلده. یعنی همین کتاب خودش ولفارد 1 و ولفارد 2 رو شامل میشه که ولفارد 2 شامل پوزیشن سوم هم هستش. یه گام نوازی کتاب هری مالی یک کتاب فوق‌العاده‌ایه که تمامی گام ها رو در انواع پوزیشن ها تشریح کرده و شما میتونید تمرین کنید. البته کارل فلش هم هستش و میتونن مکمل های خوبی باشن برای هم که شما برای تمرینات گام نوازی و کوک انگشتان از این اتودها استفاده کنید. مایا بانگ البته در پارت های مختلفی هستش. حالا این پارت 3 شه، یعنی مایا بانگ 3 تخصصی پوزیشن سوم، اتودهایی برای پوزیشن سوم رو شامل میشه برای عزیزانی که میخوان پوزیشن سوم رو تمرین کنن و تقویت کنن. کتاب خیلی خوبیه. ما مجموعه اتودهای هانسزید یک مجموعه فوق العاده در 5 جلد که هر کدوم از جلدهاش برای یک مبحث نوشته شده. حالا مثلا کتاب اولش همونطور که در لیستش هست 20 اتود در پوزیشن اول، فقط برای تقویت پوزیشن اوله. کتاب دوم 20 اتود در پوزیشن های دوم، سوم، چهارم و پنجم، فقط تخصصی برای تقویت این پوزیشن ها هستش. کتاب سوم 20 اتود برای تغییر پوزیشن ها، یعنی چطوری شما پوزیشن ها رو به صورت صحیح تعویض کنید. کتاب چهارم 20 اتود در پوزیشن های ششم و هفتم، فقط برای تقویت این 2 پوزیشن. کتاب پنجم 20 اتود برای اجرای دوبل نوت ها. کتاب پنجم تخصصی برای دوبل نوت ها هستش. و اما در آخر این نکته رو بهت بگم که برای هر کدوم از تکنیک هایی که توضیح دادیم، تریل، آرشه کشی، ویبراسیون، تعویض پوزیشن، علاوه بر کتاب ها و اتودهایی که در اسلایدهای قبلی معرفی کردیم 10 کتاب و اتود دیگه نوشته شده و این مدرسه که مثل یه داروخونه برای هنرجوش تجویز میکنه که این مشکل تو با این اتود رفع اشکال میشه. حتما از این اتودها استفاده کن و اگه به هر دلیلی نتونستی این کتاب ها رو تهیه کنی، ما به صورت یک مجموعه کامل موجود داریم. کلمه یک کتاب رو زیر همین پست برامون کامنت کن که روش تهیهش رو بهت بگیم.